يا قاسم الجبارين ونصلي على رسولك سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأئمة المجتهدين خصوصا على أبي حنيفة وأتباعه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بقوله الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الصادق الكريم. گر من و تو ما شویم این زندگی معنا شود، گر من و تو ما شویم این زندگی معنا شود، خوشبختی دنیای ما در هم دلی زیبا شود. هرگز نگویم من، هرگز نگویم تویی، هرگز نگویم من، هرگز نگویم تویی. در پرتوی همبستگی دنیا کامل نشد. دوستان نهایت گرامی و هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تقدیم نموده امیدوار هستم که هر فرد شمایان ملبس به لباس عافیت بوده سعادتمندی دنیا و آخرت شامل حال بوده باشد. قدم بعدی مناسب خواهد بود که یادآور شوم که بحث امروز من و شمایان پیرامون اتحاد در بین مسلمین بوده است. البته از جمله امور ضروریه به حساب می آید وحدت و هماهنگی در بین مسلمان‌های جهان و احیای مجدد امت مسلمان. سروران عزیز و گرامی من، اتحاد یک امر مفروضه شرعی می باشد، طوری که نماز و روزه و زکات امثال آن فریضه اسلام است. همچنین وحدت و اتفاق در بین مسلمین نیز فرض بوده، ولیکن مع الاسف که بسا مسلمان ها از این نعمت وحدت و اتحاد بی بهره شده‌اند و مسلمان ها علاوه بر این که از اتحاد بهره‌ای بر نداشته‌اند، به طور اغلب و اکثر به اختلافات ذات البینی گرفتار شده و از یک طرف دیگر با محبت پوست و مقام نیز آغشته شده‌اند و از طرف دیگر همواره به محبت عیش و نشاط‌های دنیا آغشته شده‌اند. و این اساس امت مسلمه در شرایط کنونی گویا با ریشه سلام کفری قرار می‌گیرد. دستی به جامی باده و دستی به زلفیار، دستی دیگر کجاست که خاکی به سحبانم. حال امت مسلمه همچنان معرف است. بنابراین برای من و شما مسلمان‌ها لازمی است که در ارتباط وحدت خیلی هوشیار بوده باشیم. اگر امت مسلمه نگاهی به حالت مسلمانان امروزی بیندازند، این حقیقت را در می‌یابند که امت اسلام امروز به حالت بسیار زشت و بدی قرار گرفته است. چرا وقتی که انسان متوجه می‌شود هر جا خونی ریخته می‌شود، خون مسلمان است. هر جا خانه‌ای ویرانه است، خانه مسلمان است. هر جا جسدی به خاک افتاده است، همانا جسد زن و فرزند مسلمان است. هر جا که شخص فقیر و بیچاره و بینوا و گرسنه افتاده است، آن هم شخص مسلمان است. هر جا که هدف مرمی و موشک
بنابراین دوستان عزیز علت آن است که این چنین سیه روزی ها که دامنگیر مسلمانان شده هست، علت همان است که مسلمان ها وحدت و هماهنگی را از دست دادند. تا وقتی که امت مسلمه به خود نیاید، متحد و هماهنگ نشوند، از این مظلومیت و بدبختی و ذلت و سیه روزی ها نجات و رهایی یافته نمی‌توانند. حذر کن که اصل ما اصل فساد است. حذر کن که اصل ما اصل فساد است. علاجش مسلمین را اتحاد است. چون علاج هر الله و سامانی‌ها اتحاد است، از این لحاظ است که الله متعال در آیات متعددی روی اتحاد و هماهنگی مسلمان‌ها را راهنمایی می‌کنند که از آن جمله آیه تلاوت شده است که الله جل جلاله می‌فرمایند والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. آنانی که به همراه پیغامبر اسلام بودند که اصحاب کبار هستند، صفت زیبایی داشتند، آنها شجاع و سختگیرندگان بودند به کافرین، لیکن رحما و مهربان‌ها بودند در بین یکدیگر. متاسفانه که این محبت‌ها در بین مسلمان‌ها بسیار کمرنگ شده است. من شما شاید شنیده باشیم، هر یکی من شما، که بین سلمان که حاکم سرزمین وحی الهی هست، آنقدر از این آیه کریمه فاصله گرفته است و به راه بدبختی و گمراهی و پس‌فطرتی قدم گذاشته است که از طرف آنطور استقبالی می‌کند که ناموس مسلمان‌ها با او دست به دست و مصافحه می‌شود و یاری‌ای که بیشتر از 20 میلیون دلار قیمت دارد به او تحفه و هدیه عرضه می‌کند. حالت مسلمان‌ها این چنین شده است. کاش اگر اشداء بر کفار نمی‌بودند، این استقبال‌های غیر اسلامی را هم نمی‌کردند. اصحاب پیغمبر اسلام این چنین نبودند و کفار خیلی ها سختگیرنده بودند، لیکن بر مسلمین مهربان بودند. در ادامه آیه الله متعال می‌فرمایند تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا. می‌بینید این مسلمانی که صحابه را می‌دهید، حالت مسلمان همین بوده است که آن صحابه این حالت زیبایی را داشته است که می‌بینید آنها را در حالی که رکوع کنندگان و سجده کنندگان هستند در این نمازخوان‌ها می‌باشند و نمازهایشان خیلی آراسته و پیراسته بودند. نماز را هم که می‌خواندند دیگر هدفی نداشتند. یبتغون فضلا من الله و رضوانا. طلب می‌کردند آن نمازشان فضل و ثواب را جانب پروردگار و رضا و خشنودی الله ذوالجلال را. الله متعال در این آیه فقط صفت صحابه ها را بیان می‌کند. صحابه‌ای با همدیگر اینچنین اتفاق و اتحادی داشتند، اینچنین صفت بسیار زیبا و سازنده‌ای داشتند. در حدیث رسول الله علیه السلام می‌فرمایند ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. و تحقیق مسلمان برای برادر مسلمانش مانند عمارتی میباشد که محکم میکند بعضی عمارت بعضی دیگری را. خشته‌هایی در هم بافته شده میباشد عمارت. همچنین از شخص مسلمان با برادر مسلمانش باید چنین صفت وحدت و هماهنگی را داشته باشد. در حدیث دیگر رسول الله علیه السلام می‌فرمایند ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. ای مسلمین، شمایان با همدیگر حسادت نداشته باشید، بغض و کینه نورزید، پشت در دیگر رو ندهید، یکدیگر را با آغوش باد استقبال بکنید و بوده باشید بندگان الهی برادرها، مانندی که به برادرتان مهر و محبتی دارید ولو مشکلی داشته باشید در برابر دشمن
با برادر همکار میشوید. لذا با هر مسلمانی این چنین وحدت و هماهنگی را باید داشته باشید. دوستان نهایت عزیز و گرامی من، به هر آیه از آیات قرآن عظیم‌الشأن و با هر حدیث از احادیث رسول الله علیه السلام وقتی که من شما متوجه شویم این مطلب را می‌دانیم که راه سعادت و خوشبختی همان وحدت و هماهنگی است. همچنین اگر مسلمانی نگاهی به تاریخ زرین و تابناک اسلام بیندازد، این حقیقت را در می‌یابد که خلافت عباسی‌ها که به اوج قدرت و توانایی بود، لیکن وقتی ضعیف و ناتوان شد، کیفیت و هیبت خود را از دست داد که به اختلاف ذات بینی آنها مواجه شدند و مسائل کامگرایی‌ها آنها گرفتار شدند و مسائل تقسیم منطقه و سمت‌گرایی‌ها آنها گرفتار گردیدند. همچنین تمدن اسلامی که در اندلس آن وقت و زمان وجود داشت، آن تمدن و آن قدرت بالا و پرعرج وقتی سقوط کرد که آنها به اختلافات ذات بینی مبتلا گردیدند و مسلمان‌ها علاوةً به محبت مال و متاع دنیا آغشته شدند و به محبت پوست و مقام طوری گراییده شدند که آنها به خاطر به دست آوردن کرسی‌های دولتی با همدیگر در اختلاف قرار گرفتند. آرمان جهاد و خون شهدای اسلام را به طاق نسیان گذاشتند، با آن اساس بود که آنها خاک‌گذاری شدند و قدرت‌ها همه از دست آنها ظاهر شد و آن کشور به کشور کفری مبتلا گردید. پس راه نجات آن است که امت مسلمه در بس امنا و مسئولین باید محبت دوست و مقام‌ها را کنار بگذارند، مانند صلاح الدین و محمد قاضی و امثال آنها بکوشند وحدت و هماهنگی در بین امت اسلام ایجاد بکنند، زنجیرهای اسارت و بردگی استعمار را از گریبان و دستبال خویش بشکنند و پالیسی‌های دور از شهامت و مردانگی را ترک نمایند. فقد و فقط این نقطه را ملاک برنامه سیاسی خویش قرار بدهند که همه امت مسلم محبوبی واحد و یکتا و یگانه دارد که الله متعال است و یک قبله دارند که کعبه مبارک است، پیغمبر آخر الزمان دارند که رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشند و کتاب واحد و کتاب ناسخ همه ادیان دارند که قرآن عظیم‌الشأن است. پس همه مسلمان ها باید با جان و دل، با روح و روان، با یک مفکوره و یک اندیشه باید در حرکت شوند. انشاءالله با این حرکت متین و زیبا و سازنده می توانند مظلومین را از چنگال ظالمین نجات بخشند. همچنین دوستان نهایت عزیز و گرامی من، این نکته را باید یادآور بشوند که چرا امت مسلمه از نعمت اتحاد بی بهره باشد، در حالی که جهان پاک، جهان غرب در دست امریکا اتحادیه دارند، جهان اتحادی که سرنوشت مسلمان‌ها را دارند اونها رقم می‌زنند. کشورهای اسلامی به مانند توپ والیبال به دست آنهاست، هر طرفی که می‌اندازند در سطح جهان تازی میکنند. هر جنایتی را که انجام بدهند با آنها هیچ مشکلی نیست، حتی حق ویتو دارند، بنبهای عسکری دارند، ولیکن دیگران را منع میکنند. این چنین همه اختیارات جهان را گویا به دست خود گرفتند. به خاطر آن است که مسلمان‌ها در ضعف و اختلاف قرار گرفتند. مضمون حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که می‌فرمایند به زودی امت‌های کفری در کنار همدیگر بر علیه شما جمع می‌شوند ای مسلمین،
به خاطر کشتن شما، به خاطر تاراج مال و ثروت شما. طوری که خورنده طعام دیگران را به سوی کاسه خود دعوت می‌کنند، کفر یکدیگر را به سوی یکدیگر به سوی خود دعوت می‌کنند تا اینکه آن اتحادیشان را تقویه و تحکیم بخشند و مسلمان‌ها را پیشتر خوار و ذلیل بکنند. وقتی که رسول الله علیه السلام این جمله را یادآور شدند، یکی از صحابه پرسان کرد: یا رسول الله، آیا ما در آن زمان در اقلیت هستیم که کفار بالای ما تجمع می‌کنند؟ رسول علیه السلام فرمودند: نه خیر، بلکه شما در آن وقت زیاد هستید، لیکن شما مانند کف سیلاب هستید که بر روی آب روان میباشد. شما هیچ مکانتی ندارید، شهامت و مردانگی ها از دستتان میرود، چرا شما در حب جاه و جلال و حسن و مقام و عیش نشاطها گرفتار شدید. به هر حال رسول الله علیه السلام میفرماند حتما الله متعال هیبت را بیرون میکند از دلهای آن مسلمانها و آن مسلمانها گویا که به وهن و ضعیفی گرفتار میشوند. صحابه پرسان می‌کنند: یا رسول الله، آن وهن چی هست؟ رسول الله علیه السلام می‌فرمایند: وهنی که من گفتم این است که محبت دنیا و بدشمردن مرگ و مردن است. یعنی مسلمان‌ها نهایتاً به محبت دنیا گرفتار می‌شوند و از مرگ و شهادت بدشان می‌آید. کشورهای اسلامی که مستعمره‌های امریکا هستند این چنین حالتی را امروز دارند که آنها از مرگ بدشان می‌آید، چون به عیش و فساد و بدبختی‌ها آغشته شده‌اند. دوستان نهایت عزیز و گرامی من، علاوه بر این که امت مسلمه امروز از مرگ بدشان می‌آید به طور اکثر و اغلب به محبت دنیا آغشته شده‌اند و به پالیسی‌های شیطانی کفر گویا قرار گرفته‌اند و گویا که آن احساس وحدت و اتفاق را فراموش کرده‌اند. لیکن در صدر اسلام این چنین نبود. در صدر اسلام امت مسلمه با وجودی که اگر در بینشان اختلافاتی بود، لیکن در برابر دشمن احساس دیگری داشتند، زیر تأثیر مکر و حیله‌های دشمن قرار نمی‌گرفتند. وقتی که در بین حضرت معاویه و حضرت علی رضی الله تعالی عنهما نزاع اجتهادی واقع شد، هرقل پادشاه روم در آن عصر و زمان این فرصت را به خود غنیمت دانست و در بین مسلمان‌ها آتش جنگ را شعله‌ور ساخت. به این فکر شد که آتش جنگ را شعله‌ور بسازد. به حضرت معاویه نامه نوشت به این عبارت: یا معاویه، لقد علمت ما كان بینک و بین صاحبک فإن شئت أرسلت إليك بجيش قوي يأتي لك بعلي مقبلا بالأغلال بين يديه. مفهوم این جمله این است که آن هرقل ملعون می‌نویسد که ای معاویه، به تحقیق من دانستم آنچه که بود از بین تو و بین رفیقت که حضرت علی است از دشمنی و عداوت و جنگ. اگر تو خواسته باشی من دوان میکنم به سوی تو جیش و لشکر قوی را که بیارد برای تو حضرت علی را زولان بسته در پیشگاه تو که او بسته شده و زولان پیش بوده باشد. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه در پشت همان خط در جواب هرقل می‌نویسند، این جمله‌ای می‌نویسند که من معاویة بن أبي سفيان إلى هرقل أما بعد فأنا وعلي أخوان وكل منا يرى أن الحق له ومهما يكن من أمر فاكفف يا هرقل عنا خبثك وشرك وإلا أتيت إليك بجيش جرار علي قائده وأنا تحت إمرة علي حتی أملكه الأرض التي تحت قدميه.
حضرت معاویه رضی الله عنه درس بسیار سازندگی می‌نویسند که این نامه از جانب معاویه بن ابی سفیان است به سوی هرقل پادشاه روم و این جمله این است که من و حضرت علی دو برادر هستیم. حضرت معاویه چنین می‌نویسد که ما و حضرت علی رضی الله عنهما دو برادر هستیم و هر یک ما مقصد اجتهاد فکر می‌کنیم که حق به جانب من بوده باشد، او گمان می‌کند حق به جانب او بوده باشد و هر طوری که بوده باشد حق بین من و حضرت علی رضی الله عنه است. یا هرقل خود را نگه دار ای هرقل، از این مکرها و دسیسه ها خود را نگه دار ای هرقل، از من خبث و نجاستت را شرت را ای هرقل، یعنی تو نجس هستی ای هرقل، نجاستت را از من دور بکن و من نزدیک مشو. اگر آرام نشدی لشکری می آورم که حضرت علی فرمانده آن لشکر بوده باشد و من تحت قیادت حضرت علی خواهم بود و با این طور با آن لشکر که من تحت قیادت علی بوده باشم آنچنان مجهز و مسلح که سرزمین تو را ملک حضرت علی کرم الله وجهه بگردان. درس بسیار سازنده می‌دهد حضرت معاویه رضی الله عنه برای همه مسلمان‌ها که این مسلمان‌ها این چنین باشید، اگر اختلافی هم گرفتار می‌شوید از مکر و حیله دشمن خود را به امان داشته باشید، در مقابل دشمن باید وحدت داشته باشید. مقصود سخن این است که امت مسلمه از این بیشتر آب به آسیاب دشمن نریزند، شکار کفره نشوند، اتحاد را از خانواده‌ها شروع کنند تا سطح کشور و کافه جهان اسلام، تا اینکه مانند مردان صدر اسلام سرنوشت‌ساز جهان بشریت بوده باشد. برای دوستان عزیز یادآور می‌شوم که البته من قبلا هم یادآور شدم و بعضی دوستان کورس‌های رایگانی بوده است که با آدرس‌های مشخص نزد طلبه ثابت بوده است. هر کسی با این کورس‌ها اگر میل داشته باشد که به طور رایگانه است انشاءالله با کورس‌ها اشتراک بکند باعث خیر و منفعت دنیا و آخرتش خواهد بود. و همواره نکته دیگری یادآور می‌شوم که حدیث رسول الله علیه السلام است که رسول علیه السلام می‌فرمایند عن ابی هریره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان الله والملائکة تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه الذی صلی فیه ما لم یحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. البته این حدیث نیز ارتباطی دارد به خاطر ایجاد محبت و اتحاد در بین مسلمین، چرا که انسان هرچند با خدای خود تقرب بجوید همان اندازه انشاءالله نعمت اتحاد و همبستگی برای مسلمان‌ها نصیب خواهد شد. ابی هریره راوی حدیث هستند می‌فرمایند که به تحقیق رسول الله علیه السلام مهربانی کردند ان الله و الملائکه، به تحقیق الله جل جلاله و فرشتگانش تصلی علی احدکم دعا می‌کنه بر هر فرد شمایان. اون فردی که تا مادامی که آن فرد نمازی می‌خوانده است بر جا نمازش در مسجد نمازی خوانده است، بعد از نماز چی کرده است؟ با آن نشسته است در آن جای نمازش تا مادامی که خود را بی‌وضو نکرده است یا عمل ممنوعی انجام نداده است، فرشتگان به حق او دعای خیر. بشارت بسیار بزرگی است. هر وقتی هر مسلمانی نماز می‌خواند بکوشد لحظاتی با یاد پروردگارش با تسبیح و تهلیل مسئول شود، عجله نکند. رفتنها خیلی‌ها بیهوده هست. دوستان من عمرها گذشت، امروز نه فردا می‌رویم. هر لحظه مسلمان نماز می‌خواند ولو که در خانه‌اش بوده باشد، لیکن لحظاتی بعد از ختم نماز بنشیند
تسبیح و تحلیل پروردگار را به بشارت رسول الله علیه السلام فرشتگان محمول دعای کرد. دعای فرشتگان انشاءالله بی اثر نبوده و نمی‌باشد. آن فرشتگان چنین دعا می‌کنند اللهم اغفر له اللهم ای بار خدایا ببخش این بنده را که لحظاتی با وسیلت نمازش را تمام کرده است و یاد تو مصروف است به خاطر انتظاری رحمات تو نشسته است او را مورد رحمت بیکران خویش قرار بده. اما یادآور می‌شوم که برادری از همین شما برای دعای دست جمعی کردند که مریض داشتند برای دست نیاز برمی‌داریم مجموعاً دعا می‌کنیم که الله متعال و فضل و کرمش برای مریض‌هایشان شفای کامل نصیب بگردانند. ای الها برای مریض‌های آن برادری که تقاضا کرده است و سایر مریض‌های مسلمین شفای کامل عنایت بفرما. اللهم اشفی فانت الشافی اللهم اکفی فانت الکافی اللهم عافی فانت المعافی. ای الها به رحمت اسلام اتحاد و اتفاق را هرچه بیشتر از فضل و کرمت نصیب بگردان. مسلمین را از تفرقه و نفاق و بدبختی ها خودت نجات و رهایی عنایت بکن. عزتی از دست رفته مسلمین را بار دیگر برایشان نصیب بساز. ای بار الها مظلومین و بینوایان را از چنگال ظالمین نجات بده. ظالمین را ای بار الها توفیق هدایت شامل حالشان بگردان. اگر هدایت شامل حال آنها نیست آنها را از صحنه گیری محو و نابود بساز. ربنا هذا الدعاء وإليك الإجابة وهذا الجهل وإليك الكفلان برحمتك يا أرحم الراحمين.